چند تا پنج این هفته امضا کنیم ایسا میکنیم 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18 تا 5 در یک هفته مایل امضا میکنم. اگر کم شد من امضا نمیکنم. سنی 7 ماهگی من علاقه دخترچه کالونیم بود. فهمیدم که او بس صداها اهمیت نمیداد دیگر. خب نمیشنوید. بعد ما در سن 7 ماهگی علاقه به تشخیص معین کردن مثال با همه جا مراجعت نمودیم. سوالا به میان میاد روزی در روز هر یک سخن اونا دا باید ما جواب دهیم. اگر جواب ندیم فکر میکنن که ما بی سواد هستیم. میشود روزایی که ما نمیتونیم که خیلی گوییم که شما ناشنوا هستید و این زبان شما با ما بیگانه است. خب به همین خاطر من نخواستم دل اینا آزرده کنم و کوشش نمودم که بهر زبان اینا آموختن کوشش کردم. حالا خیلی به همه مرادها هم نرسیدم لیکن در آینده باز نقشه ها داریم. مشکلی ها بسیار بودن اما همون مشکلی که وقتی باغچه زبانی کودک نمیفهمد، کودک زبانی مربی را نمیفهمد، همون حالت من هیچ وقت فراموش نمیکنم. خطا نکنم روزی ایدی مادران نزدیک می اومده چه خیلی است در باغچه هم شعر از یاد میکنن. همون یک خچه در دست اهلیه بدا دیده کنون آمد وقتی پدرشان آوردن و یه ای باغچه وای مادری من جانی من تو رو یگانه گفتم چراغ خانه گفتم. دو مصرعی هر دوشون رو تقسیم کردن. همون حالت هم خیلی دلی من گنده شد. زمین با آغوش گرفتم و گریه کردم. زبان ایما و اشاره با مانند زبان خطایی هست. بگیم کلمه ها خطی ما می آموزیم. در همین مدتی 11 سال است من آموخته ایستادم. تا حال برای صحبت آشکارا داشته باشی باید که 4500 کلمه را از خود نمایی. برای ششقبازی در مابین معیوبا و سالما در جمع آمده می روند. مثال جای یکم اشغال کرد و در مابین ششق اسما همه چیزی که آزادانه خواستیم که نه ترس داشته باشه نه یگان چی با برابری ناشنوا بودنش باید که آزاد باشد. هستن شخصانی که تیز میپرسن که وای یک تنی دو تنی 3 دخترچتان است. آفریناتون باش ما یک قدر مثال وای هستید میگن الله هر آن چیزی که داد باید که شکرگزاری کنیم.